ماشین حامل گاز به اتوبوس شرکت ایشن اکسپرس در راه دوشنبه چناق برخورده است. در نتیجه راننده ماشین انتقال دهنده گاز به هلاکت رسیده است. در کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان با تصدیق این خبر به ازیا پلوس گفتند که در داخل اتوبوس مسافران زیاد بودند و حالا دقیق نیست که چند نفر مجروح شدند. حالا انتقال مسافران از اتوبوس ادامه دارد. گفته می شود که در کیلومتر 46 راه دوشنبه چناق در نتیجه صدمه ماشین انتقال دهنده گاز مایع ترکیده است. در این مورد فیلیال شرکت اینوویتیو رود سالوشنز LTD در تاجیکستان در صفحه فیسبوکیش خبر داده نوشت که حادثه صبح امروز 6 سپتامبر رخ داده. نقلیات انتقال دهنده گاز مایع بنابر از کار برآمدن دستگاه بازدارنده حرکت به صدمه دچار شده است و در نتیجه ترکش به عمل آمده است.